عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما توحيد ألوهيت این است که افراد الله تعالی بالعباده، فرد و یکتا دانستن الله عز و جل در عبادتش. به این معنا اینکه یک نفر باید که اعتقاد محکم و باوری کامل به این داشته باشد اینکه الله عز و جل اله برحق است و الله عز و جل ذاتی هست که مستحق عبادت است، مستحق طاعت و پرستش است و الله عز و جل ذاتی هست اینکه غیر از او دیگر معبود برحق نیست، غیر از او دیگر اله برحق نیست و هر معبود بغیر الله عز و جل باطل است و از همگی معبودهای باطله براءت کردن و کسانی که معبودهای باطله را عبادت و پرستش میکنن از اونها براءت و بیزاری کردن. این میگن توحید الوهیت. توحید الوهیت یعنی اینکه همه نوعهای عبادت را، چه عبادتهای ظاهری و چه عبادتهای باطنی و چه عبادتهای قولی و چه عبادتهای عملی، همگی نوعهای عبادت را فقط تنها برای الله عز و جل انجام دادن و هیچ یکی از این نوعهای عبادت را برای غیر الله عز و جل انجام ندادن، یعنی فقط تنها برای الله عز و جل انجام دادن، مثل نماز، روزه، زکات، حج. آیا اینها عبادت هستند؟ بله. دعا و طلب کمک و نذر و ذبح و توکل و پناه بردن به سوی الله عز و جل و همچنین خوف و حب و رجا و امیدواری، همه اینها عبادت هستند. پس همه این عبادت ها را فقط تنها برای الله عز و جل انجام دادن. و اما اینکه عبادت کردن الله عز و جل به بعضی از عبادت ها، یعنی الله را عبادت کردن فقط تنها به بعضی از عبادت ها و به بعضی دیگر را به غیر الله عز و جل انجام دادن، این کفر است و این شرک است و انسان از اسلام و از ملت اسلام خارج میکند. نماز آیا عبادت هست؟ بله. روزه و زکات و حج اینها ارکان اسلام هستند. آیا اینها عبادت هستند؟ بله. چگونه ای که اینها را برای غیر الله عز و جل یک نفر انجام داد شرک می شود و از اسلام خارج می شود و مشرک می شود، همین طور اگر یک نفر نوعهای دیگر از عبادت را برای غیر الله عز و جل انجام داد مشرک می شود. اگر نذر کرد برای قبر، ذبح کرد برای مرده ها، اگر که سجده کرد برای زیارتگاه ها و برای قبرها و اگر دعا کرد و فریاد رسی کرد در هنگام سختی و ناسختی، در هنگام خوبی و ناخوبی و غیر الله را فریاد زد، اینا هم چی هستند؟ شرک هستند و انسان از اسلام خارج میکند. و دلیل توحید الوهیت همین است که چگونه که من و شما در سوره فاتحه هر روز در نماز میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص فقط تنها تو را عبادت میکنیم و خاص فقط تنها از تو کمک طلب میکنیم. اگر در حقیقت اون کسانی که غیر الله را عبادت میکنن باز میان نماز میخونن، اگر در حقیقت اونها معنای صحیح و درست سوره فاتحه را درک میکردن و میفهمیدن، هیچ وقت غیر الله را عبادت نمیکردن، غیر الله عز و جل را پرستش نمیکردن. در هنگام سختی ها و غیر سختی ها را به سوی قبرها و پیرها و به سوی غیر الله عز و جل مراجعت نمیکردن، فقط تنها از الله عز و جل استعانت و کمک طلب میکردن. چون که من و شما سوره فاتحه را میخونیم هر روز به همین آیت که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص فقط تنها تو را عبادت میکنیم، یعنی اینکه دیگر غیر تو را عبادت ما نمیکنیم، خاص فقط تنها از تو کمک طلب میکنیم، یعنی از غیر از مرده و قبر و زیارتگاه و پیر دیگر از اینها کمک طلب نمیکنیم، فقط تنها از توی الله عز و جل. پس توحید ربوبیت که بیان کرشید این لازمه توحید الوهیت است. به این معنا که یک نفر
اقرار میکرد به این که الله عزوجل ذاتی است که خالق و رازق و مالک و تدبیر کننده تمام این همه عالمیان الله عزوجل است. پس همین تقاضا میکرد که پس الله عزوجل را باید که به یگانگی عبادت بکنیم. الله عزوجل است که ذاتی است که مستحق عبادت است. او کسی که این همه کائنات را آفرید و همه اینا رزق میدهد، متصرف این همه کائنات است و او ذاتی که خالق و رازق این همه عالمیان است. اون ذاتی که وقتی که موصوف به این صفت ها باشد، دارای این صفت ها باشد، پس باید که هیچ یک نوع از عبادت ها برای غیر الله عزوجل انجام نگیرد. باید که همه عبادت ها فقط تنها برای الله عزوجل انجام داده بشود. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.